این بیماری به مسلمانان اثر نخواهد کرد زیرا ما به خدا ایمان داریم. کافران از توسعه پاندمی در هراس می باشند. سازمان‌های بین‌المللی و همسایه کشورها به تاجیکستان برای پیشگیری از احتمال گسترش کرونا ویروس مواد محافظتی طبی، پول و آذوقه‌واری تقدیم می‌کنند. اخیراً قزاقستان اعلان کرد که به تاجیکستان 5000 تن آرد خیر می‌کند. در همین حال مقامات تاجیکستان در داخل تلاش دارند با راه تشکیل یرمرکه‌ها از بالاروی یکباره نرخ مواد خوراکواری پیشگیری کنند. همکارم شهلا عبداللهیوه با یکی از چنین یرمرکه‌ها در شهر دوشنبه رفت و این گزارش را تهیه کرد که حال آن را با هم می‌بینیم. این نوبت‌پایی برای خرید یکی از محصولات نیازی اولیه است. با وجود تشکیل یرمرکه‌ها در بازارهای دوشنبه، نرخ محصولات هنوز رو به افزایش است. در بعضی از چنین یرمرکه‌ها لیمیت خرید محصولات جاری شده است. معیاری که همه تقسیم میکنن هم خیلی کچکا میگیره میریم. 20 سومون زیاد نمیتونن هر شهروند هر شخص هم 20 سومون نرخی هم مثال که به همه برسه. طلباتی از 5 کیلو بیشتر نفروختن کارتوشکا را مسئولین بازارها به نفع مشتریان می‌حسابند. این زمان رقابت رفته است در بازار کارتوشکا فروشی. چون که میتونن سپکلیانت ها میانه رو از این جامعه با خالتا خریداری نمایند برن در دیگر جا با نرخی قیمت با فروش گذارند. بنابراین ما همین چیزا برای پیشگیری کردن ای بالای نرخ همین چیزا با تنظیم در آورده استریم همه روزه. نوبت‌پایی نه تنها در بازار سخاوت بلکه در دیگر بازارها نیز به نظر می رسد. اگر در صحنه یرمرکه‌ها ارزش 1 کیلو کارتوشکا 3.5 سومانی باشد، در دیگر گوشه‌های بازار تا 6 سومانی نرخ گذاری شده است. کارتوشکا که نوع محصولات هستند، این محصولاتشون از بازارهای دهقان 7 سوم تا 10 سوم تشکیل می‌دهند. اون کارتوشکایی که 12 سوم رفته است نرخ بالایی در بازار ما مشاهده نشده است. این زمان افزایش نرخ در بازارها در برابر مشتریان تاجران را نیز نگران کرده است. برخی آنها میگویند این شب و روز از تجارتشان زیان میبینند. توی اگه پرازیم هم در پرازیم هم 6 سومون شدگی وجه میپذیرش دادن نکی جامو اون نرخ که میگیریم با اون نرخ فروختیم. پرواز نرخ‌ها در دیگر محصولات نیازی اولیه از قبیل آرد، روغن و پیاز نیز به نظر میرسند. نرخ آرد در پایتخت 235، پیاز 4، روغن حدود 13 سومانی ارزش دارند. سبب بالاروی نرخ‌ها را مسئولین بازارها در بسته بودن مرز و کمچینی محصولات می‌دانند. بعضی کارشناسان بر این نظرند که حالتی به طور صنعی بالا بردن نرخ‌ها به نظر می‌رسد و از سوی دیگر بالاروی قرب دلار در برابر سومانی نیز به ارزش محصولات تاثیر رسانیده است. مرگ 2 نفر حاجی محمد توشف ساکن 60 ساله ناحیه جبار رسولوف در سوخت و عایشه علیمова در ختلان در شرایط گسترش کرونا ویروس در جهان باعث ایجاد شبهه‌ها در تاجیکستان شد. وزارت تندرستی میگوید سبب مرگ این 2 نفر کرونا ویروس نبود و با ادعای اینها در تاجیکستان شخص با بیماری کووید 19 به قید گرفته نشده است. روز 11 اپریل شادمان رجبوی 62 ساله از ناحیه شهرستان درگذشت و مقامات سبب مرگش را بیماری سیل گفتند. اما ساکنان به این تفسیر مقامات با شبهه می‌نگرند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. میرزانبی سلام، چرا ساکنان با مرگ طبیعی شادمان رجبوف با شبهه می‌نگرند؟ سلام عبدالله. بله، بعضی از ساکنان شهرستان میگویند روز شنبه گذشته جنازه شادمان رجبوف معروف با تخلصی شادمان تنور کباب بدون تابوتی خوانده شد. محض پس از همین منظره یعنی در جنازه نبود جسد آوازه و گمانها را در مورد از احتمال کرونا ویروس پفتیدن شادمان تنور کباب بیشتر کرد. ولی مقامات تندرستی ولایت سوخت مرگ شادمان رجبوف 62 ساله را از بیماری کووید 19 رد کرده. میگویند او بر اثر بیماری سیل در بیمارخانه دهمای روز 11 اپریل پفتیده است. اهل خانواده‌اش از جمله همسرش سلامت هستند، اما نزدیکان شادمان رجبوف تا هنوز اظهار نظر نکردند. میرزانبی، شما با طبیبان هم صحبت داشتید، آنها چی میگویند؟ بله،
محمود جان آسانقلوف معاون سردختور بیمارخانه شهرستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت شادمان رجبوف در پی یک حادثه ناگوار به او بیماری سیل خروج کرده و در بیمارخانه دهمای درگذشته است. او آوازه هایی که گویا همسر شادمان رجبوف نیز فوتیده است رد کرد و افزود برای تشخیص اصلی بیماری شادمان رجبوف همه سندهای مربوط به نشاندادهای مرگی او برای اینکه آیا بیماری کرونا ویروس داشت یا نه به وزارت تندرستی فرستاده شدند. نام شادمان رجبوف در سرتاسر کشور با کباب‌های با لذتش معروف بود. شادمان تنور کباب صاحب آشخانه معروف کباب تنوری در نزد تونل شهرستان در کنار شاهراه دوشنبه خوجان بود و برای مردم خدمت می‌کرد. تشکر میرزا نبی برای صحبت. با افزایش نگرانی‌ها از احتمال سرایت کرونا ویروس در تاجیکستان، هفته‌های اخیر برخی از کارخانه‌های نساجی و دوزندگی محلی با دوختن نقاب‌های طبی شروع کردند. از جمله در شهر کولاب نقاب طبی استحصال کرده میشه. ولی مصاحبان محمود جان رحمتزاده همکارمان در شهر کولاب میگویند از احتمال دور نیست که در آینده نزدیک کمبود مصالح لازمه برای تولید نقاب‌ها به وجود آید. علیشیر ظریفی این گزارش را تقدیم می‌کند. با زیاد شدن طلبات به نقاب‌های طبی در اینجا تصمیم گرفتند استحصال آن را به راه مانند. نقاب‌های دختی کارخانه کوپراتور در کولاب نرخ نقاب‌ها را از 5 تا 2 سومانی پایین آورده است. ولی رهبریت این کارخانه میگوید اگر دولت دستگیری نکند احتمال دارد ضرر بینند. وقتی که ما کالکولیسیا کردیم یک نقاب ما به نالو به انداز 156 تین میشد تشکیل میکرد. این را نگاه نکرده ما همه فکر کردیم نقاب دور سر کردیم. با دسترس مشترکا 1 سومانی ما نقاب را دادیم. با اون سببی که ما خواهش میکنیم که همین در وقت انداز اگر همین را خوش کنن چیکار ما نقاب دوخته نمیتونیم. کارمندان این کارگاه برای هر نقاب دوختهشان 20 درم حق میگیرند. نقاب‌های این کارگاه در داروخانه‌های شهر 2 سومانی است. پنجشنبه کرونا ویروس در جهان طلبات به نقاب‌های طبی را زیاد کرد. هرچند در تاجیکستان تا حال ویروس نو به قید گرفته نشده است، ولی ساکنان از نقاب و محلول‌های بهداشتی استفاده می‌برند. وقتی که همی کسل اوضاعش در همی شهر ما برو اومدیم در اپتیکو همین نقاب ها رو 5 سومانی گرفتیم. وقتی که در ما خدمون کار اثر کردیم نقاب ها بعد 2 سومون هم خم بید با همین چیز اومد پایان شد نرخش خم بید. خریداران نقاب های دختی کولاب صاحبکاران دوشنبه و منطقه باختر به حساب می روند. در این کارگاه در یک شبانه روز تا 2500 نقاب طبی استحصال می کنند. نقاب‌های دخته کوپراتور در کولاب از داکا در 4 قبض آماده کرده می شود. محدود شدن انتقال مال و کالا از خارج کشور کمبود محصولات را به میان آورده است. انا خود تا حد این کمونیکو که ممکن در روزا سه روزا دیگه ما دختر نتونیم برای سببش که در داکا نمیویم دیگه ریزی نمیویم همین چیزا در شهر تو آدمی تاجیکستان خودمون نیست. در تاجیکستان طبق اطلاع رسمی بیش از 10 کارخانه خرد و بزرگ با آماده کردن نقاب‌های طبی مشغولند. بنا به اطلاع مقامات تندرستی این کارگاه‌ها در یک روز از 5 تا 30 هزار نقاب طبی استحصال می‌کنند. بینندگان محترم تا این لحظه درباره تلاش‌های تنظیم نرخ در بازارهای پایتخت تاجیکستان، مرگ شبهه برانگیز آشپز معروف سوختی و استحصال نقاب‌های طبی در کولاب معلومات داده. در ادامه برنامه گزارش داریم درباره نمازهای دست جمعی در پاکستان که به قول منصبداران این کشور امکان دارد باعث افزایش سرایت کرونا ویروس در این کشور شود. اما قبل از آن توجه کنید به این آگاهی. سازمان جهانی تندرستی منع معرکه‌های عمومی با شرکت شمار زیادی آدمان را یکی از راه‌های پیشگیری گسترش کرونا ویروس می‌نامد و به کشورها توصیه می‌دهد از چاره‌بینی‌های عمومی را لغو کنند. حکومت و شورای علما در پاکستان از مردم این کشور خواستند در شرایط خوف سرایت ویروس از نمازهای جماعت در مسجدها خودداری ورزند.
اما برخی از روحانیون تندرو توصیه ها را نادیده گرفته ادعا دارند کرونا ویروس به مسلمانان تهدید نمی کند و ساکنان را به نمازگزاری عمومی دعوت دارند که خوف گسترش بیماری را به میان آورده است. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالقزاد. وقاص احمدی 40 ساله به مثل دهها مسلمان دیگری شهر کراچی پاکستان هشدارهای حکومت در مورد خودداری از حضور در جایهای سیرآدم را نادیده گرفته هر روز بدون نقاب 5 دفعه در مسجد نماز می‌خوانند. فعلا در پاکستان کمش 5400 نفر گرفتار کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 بوده، 93 کس از آن به هلاکت رسیدند. الحمدلله هم مسلمان ہیں. احمد باور دارد که اگر مسلمان طهارت نموده نماز خود را ادا کند مبتلای هیچ بیماری نخواهد شد. جو بیماری ہے انشاءاللہ هم سب کو بالکل انشالله این بیماری به مسلمانان اثر نخواهد کرد، زیرا ما به خدا ایمان داریم. کافران از توسعه پاندمی در هراس می باشند. یعنی که جو وبا ای ہے کافروں کو اس چیز پر زیادہ خوف ہے. پاکستان با بیش از 200 میلیون اهالیش دومین کشور سرنفوذ اسلامی به شمار می رود. حزب‌های اسلامی پاکستان در معرکه‌های انتخاباتی زیاد موفق نیستند، ولی بعضی پیشوایان روحانی و جنبش‌های اسلامی می‌توانند با استفاده از اعتقاد مردم در اطراف قضیه‌های به مثل قانون شدید مربوط به کفر ازدحام‌های بزرگ جمع کنند. روزهای جمعه ما از امام خطیب‌ها و ماموران مسجدها تقاضا می‌کنیم با استفاده از نفوذشان مسلمانان را به ادای نماز در خانه‌هایشان تشویق کنند، اما بعضی‌ها باز هم به مسجد می‌آیند. ما سعی می‌کنیم با آنها فهمانیم که آنها می‌توانند در مسجد مبتلای کرونا ویروس شده سپس اهل خانواده همسایه‌ها را گرفتار بیماری کنند. اکثرا مردم به ما گوش می‌دهند ولی در بعضی حالت‌ها ما را نادیده می‌گیرند. مسئله حساس مربوط به دین و آیین است. از این رو ما از نیرو استفاده نمی‌بریم. بیش از 60% پاکستانی‌ها اثنای زیارت از جایهای مقدس اسلامی در ممالک خاورمیانه و شرکت در جماعت‌های گروه جماعت تبلیغ گرفتار بیماری کووید 19 شدند. بعد 2 هفته ماه شریف رمضان آغاز می‌یابد و نگرانی زیاد است که شرکت مردم در نمازهای دست جمعی خطر سرایت شمار فوق‌العاده بزرگ مردم را بیشتر می‌کند. شورای علمای اسلامی پاکستان از پیشنهادهای حکومت طرفداری کرده مسلمانان را به اجرای دستورهای مقامات به ویژه خودداری از نمازهای جماعت دعوت کرده است، ولی یک عده روحانیان با نفوذ به آن مخالفت نشان دادند. در نتیجه 10 اپریل در پاکستان ازدحام بزرگ با شرکت در نماز جنازه یک روحانی معروف جمع شد. 27 مارس باشد بعد نماز دست جمعی مسلمانان در مسجد جامع شهر کراچی مقامداران بر ضد 88 نفر پرونده جنایی باز نموده 38 کس را به حبس گرفتند، ولی بعد مدت پرونده ها لغو و بازداشت شده ها رها شدند. نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان اعلان کرده است که نیت دارد برای کاهش پیامدهای کرونا ویروس به دوشنبه تا 48 میلیون یورو کمک کند. در این باره رهبر نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان هنگام واخوری با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان خبر داده است. صندوق بین‌المللی پول هم خبر داده است که برای آسان کردن سرباره قرضی به تاجیکستان کمک‌های مالی می‌رساند. بینندگان عزیز، اینجا وقتی برنامه ما به پایان می رسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید و در صحیفه آزادی ویدیو ببینید. صحیفه های رادیو در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال هستند. فردا صبح بر وقت شما را با خبرهای نو و تازه در نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.